حدیثی روز از شبکه حکمت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند جبرئیل امین نزد من فرود آمد و گفت ای محمد زندگی کن، چی قدری که می خواهی همانا در آخر خواهی مرد. دوست بدار هر کسی را که می خواهی، ولی در عاقبت تو با او جدا خواهی شد. عمل بکن آن چیزی را که می خواهی و تو پاداش عملت را خواهی گرفت. و بدان که فضیلت مؤمن این در نماز شب است و بزرگی و شرف او باشد در نوابسته بودن از مردم است. راهی راست و نجات هر یک مؤمن این سنت محمد صلی الله علیه و سلم است.